در ادامه مبحث به مسیر راپاپورت یا BPG یا بیس فسفوگلیسریک اسید و چرخه کوری میرسیم. قبل از اینکه مسیر رو توضیح بدم یک ریویو میکنیم به چرخه کربس یا اسید سیتریک که در نهایت از اسید پیرویک که تبدیل میشه به اگزالوآستات و در نهایت تبدیل میشه به گلوکوز ما 10 مولکول ATP تولیدی داریم. پس چرخه کربس همراه با تولید 10 مولکول ATP و گلوکوز هست. مسیر راپاپورت یا BPG ما تولید ATP نداریم. در چرخه کوری تولید ATP داریم که در این چرخه اسید لاکتیک در نهایت تبدیل میشه به گلوکوز. یعنی اسید لاکتیک میشه اسید پیرویک یا پیروات. در کبد هم 2 مولکول اسید لاکتیک تبدیل میشن به گلوکوز. حالا در مورد مسیر راپاپورت یا بیس فسفوگلیسریک اسید میخوایم صحبت کنیم. این مسیر خاص گلبولهای قرمزه که از گلوکوز 2,3 بیس فسفوگلیسریک اسید ساخته میشه. در این مسیر ATP تولید نمیشه. 2,3 بیس فسفوگلیسریک اسید در تنظیم میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن نقش داره. یعنی باعث میشه که میل ترکیبی این اکسیژن با هموگلوبین کم بشه. در نتیجه اکسیژن در بافت‌ها راحت‌تر جدا بشه و به بافت‌ها خون رسانی بشه. یعنی اکسیژن به بافت‌ها راحت‌تر برسه. پس باعث کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن میشه. مسیر راپاپورت با گلیکولیز در ارتباط. بنابراین اختلال در مسیر گلیکولیز باعث بروز اختلال در خون رسانی میشه. در بیمارانی که مبتلا به کمبود ارثی هگزوکیناز یا پیروات کیناز هستند دچار اختلال در انتقال اکسیژن به بافت ها میشن. یعنی بافت هاشون سیانوزه میشه، کبود میشن اینا، چون اکسیژن نمیرسه. میرسیم به چرخه کوری. گفتیم که هدفش نقشش چیه؟ تبدیل اسید لاکتیک به گلوکوز. چرخه کوری رو اگر ما در نظر بگیریم در 2 سلول، یکی سلول کبدی یکی در سلول عضله. در سلول عضله گلیکوژن میتونه گلیکولیز بشه گلوکوز 6 فسفات، بشه اسید پیرویک، بعد تبدیل بشه اسید لاکتیک. یا برعکس گلوکوز 6 فسفات در طی گلیکوژنز تبدیل میشه به گلیکوژن. این در سلول چی بود؟ عضلانی بود. گفتیم که قند در نهایت میسوزه و تبدیل به اسید لاکتیک میشه. حالا این اسید لاکتیکی که اینجا تولید شد میتونه بره تو کبد توسط NADPH مثبت با اسیلکوآنزیم آمیکمی اسید پیرویک تبدیل بشه، اسید پیرویک بشه به گلوکوز 6 فسفات که میتونه بیاد به گلوکوز 6 فسفات دوباره این مسیر رو طی کنه یا تبدیل بشه به گلیکوژن. پس چرخه کوری در واقع گلوکونئوژنزی است که از طریق اسید لاکتیک انجام میشه. اسید لاکتیک حالا گفتیم چطور ایجاد میشه؟ به علت کافی نبودن اکسیژن در عضله تولید میشه که باعث درد و اسپاسم عضلانی میشه که میتونه مجددا این اسید لاکتیک تبدیل بشه به اسید پیرویک. گفتیم اینجا هم ATP تولید میشه. وقتی گلوکوز تولید بشه 2 مولکول اسید لاکتیک در کبد با هم ترکیب میشن و گلوکوز رو میدن. پس نقش چرخه کوری تبدیل اسید لاکتیک هستش به گلوکوز. چرخه کوری که اسید لاکتیک به گلوکوز. پس چرخه کوری که دارد اسید لاکتیک به گلوکوز.
در ادامه لاکتات تولید شده اینجا در عضله از عضله جدا میشه و گلوکوز به عضله برمیگرده. حتی اگر سطح گلوکوز پایین باشه، اسید پیرویک یا پیروات میتونه تبدیل بشه به لاکتات و طی چرخه کوری باز چی بشه؟ گلوکوز تولید بشه. پس اسید لاکتیک در نهایت تبدیل میشه به گلوکوز. در چرخه کربس هم گفتیم که اسید پیرویک به اگزالاستاز سپس به گلوکوز تبدیل میشه. 3 نوع گلوکونئوژنز داریم، یعنی تولید گلوکوز یا سنتز گلوکوز. گلوکونئوژنز تریگلیسیرید، گلوکونئوژنز پروتئین عضلانی و گلوکونئوژنز اسید لاکتیک. گلوکونئوژنز تریگلیسیرید چیه؟ ترکیب 2 مولکول گلیسرول ایجاد گلوکوز میکنه. یعنی 2 تا مولکول گلیسرول که با هم ترکیب بشن میشه گلوکوز. پروتئین عضلانی از چیه؟ از الانین یا گلوتامین که اسید آمینوهای ضروری هستن تبدیل میشن به گلوکوز. میگه پروتئین عضلانی چون پروتئین ها از اسید آمینه تشکیل شدن، این 2 تا اسید آمینه ضروری هم تبدیل میشه به گلوکوز. گلوکونئوژنز اسید لاکتیک چیه؟ اون لاکتاتی که تولید شده تبدیل میشه به گلوکوز. 2 تا لاکتات با صرف 6 تا ATP میشه گلوکوز. 2 مولکول پیروات به اضافه 11 تا ATP میشه گلوکوز. 2 تا آلانین به اضافه 11 تا ATP میشه گلوکوز. سوالاتی که هست، کدام ترکیب در چرخه کوری به گلوکوز تبدیل میشه؟ لاکتات. لاکتات تشکیل شده در عضلات از طریق کدام مسیر مجددا استفاده میشه؟ چرخه کوری.